یک شرکت تولید مواد غذایی در شهرک صنعتی هرات با سرمایه‌گذاری $2 میلیون فعالیت خود را در زمینه تولید انواع کالباس و سوسیس آغاز کرده است. این شرکت یکی از سرمایه‌گذاری‌های مهم در صنعت غذایی افغانستان محسوب می‌شود و با بهره‌گیری از ماشین‌آلات مدرن و نیروی کار متخصص، تولیدات خود را به سطح کیفی بالا رسانده است. در این کارخانه برای 100 تن زمینه کار فراهم شده که شامل کارگران ماهر، متخصصین تولید و بخش بسته‌بندی می‌شود. این کارخانه توانایی تولید 16 نوع محصول مختلف از جمله انواع کالباس دودی، سوسیس گوشت، سوسیس مرغ، کالباس ویژه و محصولات فراوری شده دیگر را دارد. محصولات این شرکت به ولایات مختلف افغانستان از جمله هرات، کابل، بلخ، قندهار، ننگرهار و سایر شهرهای بزرگ عرضه می‌شود. افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات از اهداف اصلی این شرکت است. این سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی منطقه نقش دارد، به توسعه صنعت غذایی و اشتغالزایی در افغانستان نیز کمک قابل توجهی کرده است.